سلام به شما دوستان و همراهان عزیز کانال لرنفا. این ویدیو اولین ویدیوی آموزشی کانال هست و قرار هست که تکنیک قرار دادن یک عکس در متن در فتوشاپ رو به شما آموزش بدیم. این تصویر نهایی کار ما هست. خب به فتوشاپ میریم، یک سند جدید با ابعاد و رنگ پس‌زمینه دلخواه ایجاد میکنیم. با ابزار تایپ تول یک متن دلخواه می نویسیم، مثلا کلمه تهران رو می نویسیم. باید بگم که توجه داشته باشید برای این تکنیک ترجیحاً یک فونت درشت مثل همین فونت انتظار ظهور انتخاب کنید تا تصویری که در این متن قرار میدیم به خوبی خودنمایی کنه. خب بعد از نوشتن کلمه مورد نظر، تصویری که میخوایم در این متن بندازیم رو که این تصویر هست رو توی فتوشاپ درگ میکنیم. روی تصویر مورد نظر راست کلیک میکنیم و این گزینه رو انتخاب میکنیم. میبینید که با انتخاب این گزینه تصویر در قالب این متن برش خورد و در اون گنجونده شد. میتونید با درگ و حرکت تصویر جایگاه مناسب اون رو در این متن انتخاب کنید یا حتی اسکیل اون رو کم و زیاد کنید. به نظرم اینجا جای مناسبی. برای اینکه متن ما هم یکم خودنمایی کنه، اوپاسیتی این تصویر رو یکم کم میکنیم به این صورت. خوب شد. خب برای اینکه به کار نهاییمون نزدیکتر بشیم، تکنیک های کوچیک بعدی رو هم انجام میدیم. برای سایه دادن کلمه تهران روی اون راست کلیک و گزینه بلندینگ آپشنز رو انتخاب میکنیم و توی پنجره جدید روی گزینه دراپ شاد رو انتخاب میکنیم و تنظیمات دلخواه خودمون رو اعمال میکنیم. به این صورت. همچنین که توی این عکس میبینید در پس زمینه یک حالت دود مانند وجود داره. برای ایجاد همچین افکتی بر روی آیکون ساخت لایه جدید کلیک میکنیم، لایه رو به زیر کلمه تهران میکشیم، از منوی فیلتر، رندر، کلودز رو انتخاب میکنیم. میبینید که افکت دود یا همون ابرها اعمال شد. اوپاسیتی این لایه رو خیلی کم میکنیم، اسکیل و موقعیت اون رو به دلخواه تنظیم میکنیم. میبینید که چقدر زیبا شد. این متن و متن زیری اون هم میتونید خودتون به راحتی بسازید. خب امیدوارم که این تکنیک مورد استفاده شما قرار گرفته باشه یا در آینده قرار بگیره. این تکنیک رو میتونید در فوتوگرافی ها و تکست گرافی ها استفاده کنید. با تشکر، کانال آموزشی لرنفا.